به نام خدا، کمند کاشی هستم. با بخش 14 از آموزش حمل و نقل بین‌المللی در خدمتتون هستم. در بخش 14 تصمیم گرفتم که تعدادی از اصطلاحات و اسناد مهمی که در حمل و نقل جاده‌ای پرکاربرد هستند رو با هم بررسی بکنیم. لطفاً با من همراه باشید. اولین و مهمترین اصطلاحی که در حمل و نقل جاده‌ای به گوش ما میخوره و به خصوص وقتی که یک استعلامی رو از سمت مشتری دریافت میکنیم با اون مواجه میشیم، اصطلاح FTL و LTL هستش که مشابه اون رو در حمل و نقل دریایی هم داشتیم که FCL و LCL بود. وقتی که اصطلاح FTL رو میشنویم، معنی اون فول تراک لود یا حمل بار به صورت یک کامیون دربست هستش. وقتی که ما اصطلاح FTL رو به کار میبریم، همونطور که در شکل سمت چپ مشاهده میکنید، کل محفظه یک کامیون یا یک تراک به وسیله یک صاحب کالا رزرو شده و اجاره گرفته میشه و در واقع بار یک صاحب کالا در داخل کامیون بارگیری میشه و یک CMR و یک بارنامه برای اون صادر میشه. اما وقتی که بار رو به صورت LTL داریم یا Less than a Truckload، بار صاحبان کالاهای مختلفی در داخل محفظه کامیون بارگیری میشه و همونطور که در شکل سمت راست مشاهده میکنید که با رنگهای مختلفی نشون داده، کالاها متعلق به افراد مختلفی هستش که صاحب وسیله نقلیه یک CMR صادر میکنه و شرکت فورواردر برای تک تک صاحبان کالا بارنامه‌های جداگونه صادر کرده و به عنوان رسید تحویل کالا به اونها تحویل میده که به این روش حمل خرده‌بار یا گروپاژ هم گفته میشه. اصطلاح بعد که میخوایم در اینجا با هم بررسی بکنیم، اصطلاح حق خواب یا حق توقف در حمل و نقل زمینی هست که معادل اون رو در حمل و نقل دریایی هم داشتیم اگر خاطرتون باشه. در حمل و نقل زمینی هم مثل حمل و نقل دریایی، صاحب کالا و خریدار یک مدت زمان مجازی رو دارن برای تخلیه کالا و برای بارگیری کالا که به این مدت زمان مجاز که طبق تعرفه مشخص شده میگن فری تایم. در طی اون فری تایم صاحب کالا میتونه کالای خودش رو بارگیری بکنه و اگر به دلیل قصور اون این زمان بگذره و هنوز کالا رو بارگیری نکرده باشه، باید در ازای هر شبی که کامیون به خواب میخوره و در واقع کارش به تعویق میافته، یک مبلغی رو به شرکت حمل یا به راننده پرداخت بکنه که بهش میگن حق خواب. و در مقصد هم به همین منوال هست. یعنی اگر که خریدار و در واقع گیرنده کالا در مقصد کالا رو در اون مدت زمان مجاز و در زمان فری تایم تخلیه نکنه و از اون زمان مجاز یا فری تایم بگذره و کامیون به خواب بخوره، به ازای هر شبی که ماشین معطل میشه باید طبق تعرفه هایی که تعیین شده مبلغی رو بپردازه که به اون حق خواب میگن. در این قسمت میخوایم با کارن دو پاساژ آشنا بشیم. کارن دو پاساژ یک دفترچه هست برای عبور ترانزیتی وسایل نقلیه موتوری از کشورهای مختلف. در واقع وقتی که یک وسیله نقلیه موتوری میخواد از مرزهای زمینی کشورهای مختلفی تردد بکنه، برای اینی که این کار براش تسهیل بشه، یک دفترچه عبور گمرکی به اسم کارن دو پاساژ برای اون صادر میشه که این دفترچه در نسخه های 5, 10, 15 و 25 برگی صادر میشه و در هر بار عبور از مرز یک کشور یک برگ اون باطل میشه. با توجه به اینی که اون فردی که میخواد در واقع با این وسیله نقلیه از کشورهای مختلف تردد داشته باشه، از چند کشور میخواد عبور بکنه، میاد و درخواست میده که میخواد آیا نسخه 5 برگی رو داشته باشه یا نسخه 25 برگی رو داشته باشه. بیشتر برای افرادی که میخوان با ماشین خودشون در واقع از مرزهای مختلف عبور بکنن و در کشورهای مختلف سفر بکنن، این دفترچه قابل استفاده و میتونه مناسب و مفید باشه. مدت اعتبار این دفترچه از تاریخ صدورش 1 سال هستش و دفترچه هایی که هنوز مصرف نشدن مدتشون میتونه تمدید بشه. نکته‌ای که در مورد کارن دو پاساژ باید در نظر داشته باشیم این هستش که این دفترچه تنها در دفتر مرکزی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی
ارائه میشه و در اونجا یک سری اسناد و مدارک رو از فرد متقاضی درخواست میکنن که اون اسناد رو باید ارائه بده. یک سری سپرده ها و ودیعه هایی رو باید بذاره و اگر که با درخواستش موافقت بشه کارنت و پاساژ رو بهش تحویل میدن. اصطلاح بعدی که میخوایم با هم بررسی بکنیم حمله یکسره هست. به ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج اون از این اماکن بدون اینکه از روی وسیله حمل تخلیه و بارگیری بشه میگیم حمله یکسره. این روش در واقع بیشتر برای کالاهای فاسد شدنی، کالاهایی که برای تخلیه و بارگیری اونها نیاز به امکانات و تجهیزات خاصی هست و یا کالاهایی که حساس هستن، شکستنی هستن و در اثر تخلیه و بارگیری ممکنه که آسیب ببینند، روش مناسبی هستش. در این روش کالا به همون حالتی که روی وسیله حمل هستش تشریفاتش انجام میشه و بعد از اینکه کارهای مربوط به اون انجام شد از اون اماکن گمرکی خارج میشه و به سمت مقصد حرکت میکنه. در این حالت ما هزینه انبارداری داریم ولی هزینه تخلیه و بارگیری دیگه نداریم و به جای اون هزینه خدمات حمل یکسره در واقع دریافت میشه که نسبت به هزینه تخلیه و بارگیری بسیار مناسب تر هستش. شاید بعضی از شما حمله یکسره رو با ترانزیت اشتباه بگیرید. خوبه که اینجا خاطر نشان بکنم که حمله یکسره انجام تشریفات گمرکی رو با خودش داره، یعنی کالا تشریفات گمرکیش انجام میشه ولی در حالتی که روی وسیله حمله بدون اینکه از روی وسیله حمل تخلیه بشه. اما در ترانزیت کالای ما بدون اینی که تشریفات گمرکیش انجام بشه با گذاشتن بن ترانزیت از اماکن گمرکی خارج میشه و میره به سمت مقصدی که قراره در اونجا تشریفات گمرکیش انجام بشه و در واقع ترخیصش به صورت کامل صورت بگیره. پس خوبه که این دو رو با هم اشتباه نگیریم. اصطلاح بعد که میخوایم با هم بررسی بکنیم اصطلاح انوانتر یا همون اینونتوری هستش که در لغت این اصطلاح به معنی صورتبرداری از کالا در انبار هستش که معمولا با نظارت ماموران گمرک انجام میشه. اما در گمرک در واقع وقتی که کالا وارد محوطه گمرکی میشه قبل از اینه که ارزیاب بخواد بیاد و در واقع کالا رو بررسی بکنه نماینده صاحب کالا این حق رو داره که بیاد و قبل از اینه که اظهارنامه خودش رو تسلیم بکنه و در واقع کالاش توسط ماموران و ارزیاب‌های گمرک بررسی بشه بیاد و درخواست انوانتر بده. یعنی بخواد که کالای خودش رو بازبینی بکنه، در واقع تعرفه اون رو چک بکنه، اگر لازمه کالاش اگر کالایی بوده که ممکنه خیس شده باشه اون رو خشک بکنه، بسته‌بندی اون رو تعویض بکنه، یک بازبینی انجام بده و بعد از اینکه این امور رو انجام داد بیاد و اظهارنامه خودش رو تسلیم بکنه و ماموران گمرکی بیان و کالا رو بررسی بکنن که البته وقتی که این درخواست رو میده تمام این اموری که انجام میده با حضور ماموران گمرک و در واقع حضور اونها و با اجازه اونها این امور انجام میگیره که به این کار میگن انوانتر و این یک کلمه فرانسوی هستش که از زمان بلژیکی ها و از 110 سال گذشته در گمرک مرسوم شده و اجازه هستش که به صاحب کالا داده میشه. پته گمرکی چیه؟ پته گمرکی یک سند هستش برای خروج کالاهایی از گمرک که ثبت سفارش ندارند. وقتی که یک کالای وارداتی از نظر تعداد و ارزش کالای تجاری محسوب نشه و فقط در جهت مصرف توی کارخانه‌های تولیدی و یا مؤسسات تحقیقاتی وارد کشور بشه میشه اون رو با پته گمرکی ترخیص کرد که در اسلاید بعد توضیح میدم که این کالا باید یک شرایط خاصی داشته باشه و این پته گمرکی انواع مختلفی داره. پته گمرکی به دو دسته پته مسافری و پته تجاری تقسیم میشه.
این روش یکی از سریع‌ترین روش‌های ترخیص کالا توی گمرک هستش، ولی برای همه کالاها قابل استفاده نیست و همونطور که در اسلاید قبل هم توضیح دادیم، برای کالاهای وارداتی هستش که در واقع به صورت تجاری نیستند، بلکه یا برای شرکت‌های تولیدی هستند و یا برای شرکت‌های پژوهشی یا دانش بنیان هستند. بعد از اینکه قبض انبار دریافت میشه، اقدامات لازم برای گرفتن پته توسط صاحب کالا انجام میگیره. یکی از شرط‌های لازم برای اینی که بتونیم برای یک کالا از پته استفاده بکنیم این هستش که اون کالا ارزشش کمتر از $1000 باشه برای اشخاص عادی و به شرطی که شرکت تولیدی یا دانش بنیان باشه، سقف ارزشش نباید بیشتر از $2000 باشه تا بتونه با پته گمرکی و بدون داشتن ثبت سفارش و کارت بازرگانی از گمرک ترخیص بشه. دوزبلاق چیست؟ دوزبلاق که خیلی‌ها بهش میگن دوزوله یا اصطلاحات خیلی متعددی در مورد اون به کار میره که بیشترین و متداول‌ترینش همین دوزبلاق هست. چیه اصلا؟ خیلی وقتا ما زنگ میزنیم به یک شرکت حمل و نقل و ازش که قیمت میپرسیم به ما میگه که هزینه دوزبلاق اون کشور انقدره، یا میگه دوزبلاقمون تموم شده، تا وقتی برامون دوزبلاق نیاد به اون کشور نمیتونیم ماشین بفرستیم. میخوایم ببینیم این دوزبلاق چیه. به مبلغی که یک کشور از یک کشور دیگه دریافت میکنه برای اینکه بهش اجازه بده که یک ماشینی رو بفرسته تا بیاد و از جاده‌های اون کشور و از آسفالت اون کشور استفاده کنه و از اون کشور عبور کنه یا بیاد اصلا داخل اون کشور بشه، میگن دوزبلاق. در واقع دوزبلاق هزینه استفاده از جاده‌های یک کشور هستش که در قالب یک سند صادر میشه و در کشورهای مختلف ممکنه این هزینه وجود داشته باشه یا نداشته باشه و هزینه‌هاش ممکنه با همدیگه متفاوت باشه. بنابراین برای عبور از جاده برخی از کشورها این سند مورد نیازه و هزینه‌ش هم میتونه با همدیگه متفاوت باشه. پلاک ترانزیت چیه؟ پلاک ترانزیت یک پلاکیه مثل پلاک همین خودروهای خودمون که سوار میشیم که به منظور شناسایی وسیله نقلیه به صورت بین‌المللی صادر میشه و تحویل اون کسی که ماشین داره داده میشه. این پلاک ها برای هر وسیله نقلیه یک بار صادر میشن و مختص همون ماشین هستن و اعتبارشون تا پایان عمر اون وسیله نقلیه هستش. این پلاک ها در نمایندگی های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی قابل دریافته و در صورتی که یک مالک ماشین بخواد در واقع این ماشین رو به فرد دیگه ای انتقال بده، موظف هستش که پلاک ترانزیت رو حتما به مالک جدید انتقال بده. پس در واقع یک پلاکیه مثل همین پلاک ماشین های خودمون، با این تفاوت که برای هر ماشینی فقط یک بار صادر میشه و از هر مالک به مالک دیگه باید انتقال داده بشه. کلیه خودروهایی که پلاک عمومی دارن و میخوان توی مرزهای بین‌الملل تردد بکنن باید تحت پوشش یک شرکت حمل و نقل بین‌المللی قرار بگیرن و این شرکت یک سری مدارکی رو به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ارائه میده و تشکیل پرونده میده تا اون ماشین ها بتونن پلاک ترانزیت بگیرن و در مرزهای بین‌الملل تردد داشته باشن. مدارکی که باید به کانون جهانگردی ارائه بشه، کپی اساسنامه شرکت، کپی آگهی تأسیس، آخرین تغییرات روزنامه رسمی، نمونه مهر و امضای صاحبان مجاز همراه با مهر شرکت هستش که به تایید دفاتر رسمی رسیده باشه، معرفی نامه عکسدار نماینده شرکت هست و اصل فیش واریزی ودیعه‌های مورد نیازی که باید برای کانون جهانگردی و اتومبیلرانی پرداخت بشه. اینها رو انجام میده، واریز میکنه و راننده‌ها و خودروها رو تحت پوشش خودش میگیره و برای اونها پلاک ترانزیت بین‌الملل صادر میشه. خب عزیزان خسته نباشید، به پایان این بخش از آموزشمون رسیدیم. امیدوارم این آموزش برای شما مفید بوده باشه و از اون استفاده کرده باشید. قطعا اصطلاحات و اسناد پرکاربرد در حمل و نقل جاده‌ای بیشتر از مواردی هست که ما در این آموزش گفتیم که اگر فرصتی باشه حتما در آموزش‌های بعد به اونها هم خواهیم پرداخت. خوشحال میشم اگر که موردی بود در کامنت ها برای من ارسال کنید و یا در پیج اینستاگرام با من در ارتباط باشید. روز و روزگار بر شما خوش.